یک برادرمان در ما یک سوال تعجیلی دادن و گفتن السلام علیکم بابای حاجی میرزا، ما از راه دور مسافر شده، یعنی از دوشنبه برای صحبت شما آمدیم، لیکن در وقت انتظاری نماز یک موی سفیدی برادر مرا از جا به جا نمود و میگوید که این جای من هست. وقتی که تو مسجد ساختی ما نمی آییم، این درست است یا نه؟ در اصل کدام وقتی که همون موی سفید اگر مسجد ساخت، بعداً یک فرزند خودش را یا یک نبیره خودش را از اونجا بیجا کند، اون حالت هم حق ندارد. مسجد برای همه هست، مسجد جای خاصه ندارد. حتی رسول اکرم در حدیث های مبارک گفتند لا تعزمونی فی بیت ربی، ای اهل اصحاب در داخل مسجد نزد من نخیزین، در داخل مسجد مرا احترام نکنید. وقتی حبیب خدا که این چنین گفته باشد، پس کی حق دارد که یک برادر از جای خودش میخیزاند این جای من است؟ مسجد جای ندارد. برای جایهای نمایان و صفهایی که پرثواب است، اینجا جوانهایی هستند که من میایم ساعت 8 من این مسجد میایم، در 8 نشستگی هستند. از این خاطر از تمام شما خواهش میکنم که وقتی آمدین هر جایی که یافتین همونجا نشینید، یک کس را از جایش بیجا نکنید. اگر میلش همون فرزند شما را احترام کرد و از جاش خیست گوید بابا جان نزد من نشین، اینجا مرحمت، این یک اخلاق حمیده همون جوان است، یک آداب همون جوان است. در حقش دعا کنین و در جایش نشینید. لیکن وای از جاش خیزانده و جای من است، این در شما حقوق ندارید، هیچ کدام شما، کسی که نباشد. این خطی که از ناحیه کلخازآباد آمده بود جمعه پیشین، که عبارت از 4 یا 5 سوال بود، ما به این جواب گردانیدیم. مگر یک مسئله را نزد ما گذاشتن که جواب او را بگویید، که این چی بود؟ تقدیر چیست؟ اگر تقدیر امر ازلی است، پس دوزخ و بهشت برای چیست؟ و اگر اختیار در کار است، پس تقدیر چی معنا دارد؟ لطفاً از کتاب معتبر و احادیث های صحیح جواب دهید. راستی بار این مسئله هست که من بر این جواب گفتن نمیتونم و شما را قانع کرده هم نمیتونم. باب تقدیر این باب هست، این سؤال هست که از دوره های پیغمبر خدا این سؤال بود و در این جواب این تمام مفسرها و محدثا عاجز هستند، جواب گفتن نمیتونند. جوابی که شما را قانع کنند این جواب وجود ندارد. اگر شما این دادر عزیز در آیه اولی سوره تغابن نظر کند، از اونجا ممکن بعضی چیزها را برداشته گیرد که خداوند در قرآن میگوید در سوره تغابن هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمنون. بین خداوند میگوید من بعضی از شما را کافر خلق میکنم، بعضی از شما را مؤمن خلق میکنم. در این آیت چی بحث های زیاد وجود دارد در تفسیرها. خوب میشد که همین جوان خودش به همین آیه کریمه در اول سوره تغابن نظر کند و شرح امین خواند، باب تقدیر صحبت میکند. زیرا پیش پیغمبر خدا آمدند و در باب تقدیر بحث و مناظره کردند. رسول اکرم میگوید وقتی با این اصحابی که بحث تقدیر میکردند، وقتی گوش انداخت و گفت خداوند شما را برای این فرستاد که در باب تقدیر بحث کنید، از این موضوع باز ایستاد گفتن رسول اکرم
و میگوید چهره مبارک گویا که آب انار در بالای چهره مبارک پرتافته باشی، این گونه سرخ شد. میگوید یعنی نگذاشت که اصحاب پیغمبر در باب تقدیر بحث و مناظره کنند، زیرا عقل انسان به این نمی رسد. سوالی هست مادامی که انسان خداوند دوزخی کرده باشد یا بهشتی الکه در ازلیات نویسانده باشد، پس عمل برای او چی فایده دارد؟ این گونه سوال ها می شود. نزد پیغمبری خدا آمدن گفتن ای پیغمبر فلانی بیمار است، اگر وی را ما طبابت کنیم آیا در تقدیر الهی یگان تغییرات پیدا می شود؟ رسول اکرم گفتن هی من قدر الله، اگر وی شفا یابد همون هم از تقدیر الهی است. حضرت مولوی را خدا رحمت کنند میگوید نه جنبد هیچ جنبنده از یک سو، نخواهد تا که جنباننده او. هیچ چیز از جای خودش جنبیده نمیتواند، هیچ کس یک عملی خیر و شر را کرده نمیتواند تا اگر پروردگار راضی نباشد. نه جنبد هیچ جنبنده به یک سو، نخواهد تا که جنباننده او. که شاه از پیش خود شاه از کجا شد، کجا سائل ز پیش خود گدا شد. حضرت مولوی را نظر کنید میگوید این شاهایی که امروز بالای تخت نشسته و شاهی میکنند آیا اینا از پیش خود شاه شدند؟ نه، بلکه تقدیر الهی همین بوده است که این جوان یا این مرد و یا این زن باید که پادشاه شود. کجا سائل ز پیش خود گدا شد. این گداهایی که نزد دروازه ما و شما میآیند آب چشم میکنند، زاره میکنند برای 20 درم ما و شما، آیا اینها از پیش خود تلبنده شدن؟ نه، بلکه در تقدیر اینها هم تلبندگی را خدا کشیده بوده است. اگر نقاش نیکان را سریشته، در اینجا زیشتان را کی نوشته؟ اگر پروردگار امروز اهل شما اهل سعادت هستین، شما اهل نیکبختا هستین، شما را امروز خداوند نیکبخت در ازلیات تا نویسانده است، پس اینها انسان هایی که امروز گیروئین میکشند، امروز عرق نوشی میکنند، امروز مال یک برادر را میخورند، امروز زناکار هستند، امروز وجود خدا را انکار میکنند، اینها را کی آفرید؟ اگر نقاش نیکان را سریشته، در اینجا زیشتان را کی نوشته؟ حضرت میگوید همه در حکم تقدیرش دوانند و هر سویه که میخواند روانند. همه اینها در همون تقدیری که خداوند برای اینها کشیدگی است در همون راه رفته ایستادند. حتی میگوید مولوی بخاری سوی کافر هم مبینی، مبادای فروزد شمع دینی. حتی کافر میگوید با یک طریق حقارت نگاه نکن، شاید که انا همون کافر باز همین اسلام قوت ببخشد. تو از کجا میدانی؟ چندین کافرها امروز در کتاب ما و شما میخوانیم که از تمام دولت‌های مترقی اسلام میارند در آخر عمرشان. معلوم شد که اینها در ازلیات اینها خداوند یک دوره را به کفر کشیده بود و این دورش باز آخر عمر اینها را باز به اسلام مبدل گردانیده است. این در ازلیاتش بوده است. از این خاطر هر عملی شما، انا همین آمدن شما به مسجد در ازلیات شماست، از اینجا با سلامت خانه رفتن شما در ازلیات شماست. همه عمل شما به تقدیر وابسته است. وقتی حضرت عمر به ملک شام رفتن، نماینده ها آمدن که ای عمر در ملک شام کسل وبا آمده است، کجا می روی؟ حضرت عمر در جاش ایستادند و با عسکرها امر کرد که پس می گردیم، باز مدینه می رویم. مردم گفتند ای عمر می رویم به ملک شام، اگر در تقدیر ما باشد بیمار می شویم، اگر در تقدیر ما نباشد بیمار نمی شویم. حضرت عمر چی گفتند؟ نفر من قدر الله الى قدر الله، می گریزیم از تقدیر خدا به سوی تقدیر خدا. انا همین گریختن من، ندر آمدن من به ملک شام، اینشان تقدیر الهی است. گفت از این خاطر در باب تقدیر بحث های خیلی زیاد است. من علل خصوص از جانب خودم گپ میزنم، من عاجز هستم، من جواب تقدیر به هیچ کدام شما معین کردن نمیتونم. اگرچه حدیث های زیاد خواندم، اگرچه آیه های زیاد در قرآن تفسیرهاش نگاه کردم،
لیکن هیچ خلاصه برآورده نمیتونم. در هر یک سوالی او باز یک سوالی دیگه پیدا میشه. از این خاطر از همه شما جوانای عزیز، علل خصوص این برادری کلخاز آبادی، خواهش من این است که در باب تقدیر بحث مناظره نکن، فقط به سوی پروردگار دراز شو، از خدا بترس، انشاءالله تو نیکبخت میشوی. داملای عزیز، من صنف 10 میخوانم، روزهای جمعه میخواهم و دوست میدارم که در صحبت شما اشتراک کنم، لکن در درس مکتب هستم. اگر معلم را فریب دهم یا یگان بهانه کنم و مرا جواب دهد، من گناهگار میشوم یا نه؟ یعنی این جوانی که از ما خواهش کردن تا که معلم خود فریب دهد یا یک بهانه پیدا کند و آمده فرض الهی را ادا کند، من بر این جوان که چندین بار من این جواب گفتم باز میگویم و خواهد گفت، این است که وقتی که تو الله که معلم خود فریب میدهی یا یک بهانه میکنی، تو در 2 گناه مبتلا میشوی. در 2 گناه، یکی فریب دادن، دروغ گفتن، این خود گناه است. دوم جهل و جاهلی و بیدانشی تو خودش گناه است. از این خاطر از همه شما دادرای عزیز خواهش میکنم که کدام شما اگر مکتب میاینا میخوانین، اگر در صنف هم که شما باشین، تصور کنین که شما در نماز جمعه هستین. ترا نیت نیک است، لکل امرئ منهم ما نوا گفت از پیغمبر. از برای هر یک شخص میرسد آن را که نیت میکند. نیتی تو نیک است، دلی تو به نماز جمعه میسوزد، خداوند تو را از ثواب این جمعه برخوردار میکند. فقط از درس نگریز، درس ترک نکن، بلکه در درس اعلاچی باش، بلکه در همون مکتب تو نمونه باش. این است برای ما و شما افتخار. حضرت مولوی خدا رحمت کنند میگوید همه شرمندگی ها از دروغ است، چراغی راستان دائم فروغ است. و دنیا اینقدر دارد خجالت، چه باشد خجلت روز قیامت. همه شرمندگی ها از دروغ است. شرمنده می شود انسان چی در دنیا و چی در آخرت وقتی که اگر زبان دروغگو داشته باشد. حضرت مولوی میگوید در دنیا اینقدر خجالت دارد که وقتی که بالای دروغ تو را میقپند. این اگر مبادای همین طلبه آمد و در همینجا اشتراک کرد و اگر مبادای معلمش باید دانست و دید، چند قدر خجالت میشوی. و دنیا اینقدر دارد خجالت، چی باشد خجلت روز قیامت. برای این دروغ در روز قیامت چند قدر دیگر خجالت میشوی. پیغمبر خدا را حدیث های مبارکش آیت المنافقی سلاسون گفتند. پیغمبر گفتند منافق 3 طریقه انسان ها منافق هستند. اذا اؤتمن خان و اذا حدث کذب. یکم، اگر کسی را که امانت گذاری خیانت میکند، یک امانت هم میاری در پیشش میمانی، در همین امانت خیانت میکند. یا یک سخن در پیشش امانت میگذاری، در همین سخن فاشش میکند، در همه مردم اظهارش میکند، آشکارش میکند. یکم نشانه منافقی گفتن ان همین است. دوم، اذا حدث کذب. هر وقتایی که اگر سخن میگوید دروغ میگوید. و اذا عاهد غدر. هر وقتایی که عهد و پیمان میبندد در عهد و پیمانش وفا نمیکند. چهارمشم روایت آمدگی است که هر وقتایی که اگر جنجال کند در جنجالش دشنام میدهد. این 4 طایفه را پیغمبر خدا گفتند منافق هستند. یعنی شخصی دروغگو هم در یکی از این علامت های منافق داخل می شود. از این خاطر دادر عزیز و همه دادرهایی که مکتب خوان هستین، کوشش کنین، کوشش زیاده به خرج دهین، مکتب های بهتر رفته مکتب ها دا تحصیل کنین، خوانین،
متخصصای خوب شین، آمده امروز آبروی تاجیکستان ما را بلند کنید. شما همت افتخار یعنی تاجیکستان میشین. بغیر تاجیک برای تاجیکستان هیچ ملت دیگر را دلش نمیسوزد، فقط برای تاجیکستان تاجیک دلش میسوزد. دیگر این مردمی که میآید برای ما و شما کار میکنن، اینها هیچ رحم و انصاف بر این ملک ما ندارند. کدامش آمد یا دختر تا تجاوز میکند یا مال تا خیانت میکند و دیگر میکند میرود. لیکن تاجیکستانی فرزند تاجیک دلش به تاجیکستان میسوزد، به وطنش میسوزد. کاری کنیم که همه ما و شما یک جای شده تاجیکستان خودمان آباد کنیم. طبیب از ما و شما باشد، باید طبیب پیش قدم از ما و شما باشد. چرا که آخی ابو علی بن سینا از ماست کو آخی. چی خوش گفت دانای شیرین مقال، که بدانیش انسان نیابد کمال. خدا رحمت کند شاعر میگد کسی که دانش ندارد وای کمالات ندارد، کسی دانش و فهمیش ندارد وای آینده ندارد، وای برکات ندارد. آدم جاهل همه فریب میدهد، آدم جاهل در هر کار استفاده میبرند. کاری کنید که شما از جمله دانایان شوید. داملای شیرین سخن، من یک سوال دارم، از شما خواهش دارم که با سوال من جواب دهید. شخصی که به روسیه می رود و نماز جمعه را خوانده نمی تاند، آیا این گناه است؟ در همین جمعه جواب گویید. یعنی اگر شرایط ها باشد، وقتی آدمی که از اینجا می رود به روسیه و نیتی او که از 15 روز زیاد است، وای الکی مسافر حساب نمی خورد. اگرچه جمعه برای آدم مسافر یعنی نرفتنش در گناهگار نمی شود، لیکن آدم الکی مقیم همان دولت که حساب می خورد. از این خاطر اگر شرایط ها باشد رفته جمعه را خوانید. اگر شرایط تان نباشد، حالتان وزنی باشد، مشکلات باشد، چه برای طهارت کردن تان چه برای نماز جمعه رفتن تان، ممکن که در راه همون ملیسه هایی که مثال چگونه که بچه ها خبر می دهند که اونها را هم دقت می دهند، پول و مال اونها را میگیرند. اگر این گونه حالت ها باشد، شما در همون مکان ختام پیشین خوانین، انشاءالله خدا نماز شما را قبول میکنه. وابسته به همون شرایط خود شماست. حالتتان باشد، شرایط باشد روید، شرایط نباشد ترکش کنین، همون جای ختام در پیشین خوانین، انشاءالله خداوند نماز شما را قبول میکنه. السلام علیکم داملای عزیز، یک سوال دارم. آیا در طبق خوردن ثواب است یا در چینی؟ التماس جواب گویید، ضرور است. ما این جواب گفتگی بودیم و با همین نزدیکی هم در همین مسئله بین عصر شام ما یک صحبتی داشتیم که پیغمبر خدا میگوید ولا یمسح یده بالمندیل حتى يلعق اصابعه وصفحه انكم لا تدرون في اي طعامكم برکه. پیغمبر خدا گفتند که امتان من هر طبقی که اگر هر یک طعامی که در او دست زیاد باشد، در همون طعام برکت است. مقصد از این طبق است، یعنی در طبق خوردن پیغمبر خدا امر کردند و گفتند برکت است. و رسول اکرم میگوید لا یمسح یده بالمندیل. مندیل گفتم دسترخوان یا دستمال میگویند. در دستمال یا در دسترخوان دستشان نمی شکیدن یا نمی مالیدن بعد طعام خوردن تا اگر انگشت هاش با دهانش تازه نمی کردن. یعنی رسول اکرم هم تازه کردن طبق را در حدیث های صحیح پیغمبر است امر کردند که طبق تازه کنین و هم انگشت هاتون تازه کنین. زیرا این که گفت نمیدانین که در کدام گوشه او برکت است. شاید که همون طعامی که در دستهای شما آلوده بود و یا شما در دستمال میمالین، شاید که برکت در همونها بود. شما باید در همون
دستمال مالیدین و نابود کردین. از این خاطر از حدیث پیغمبر برمی آید که هم انگشت هاتان تازه کنین با زبان خود و هم طبقی که میخورین و هم تازه کنین. این امر پیغمبری خداست. از این خاطر به نهایت خوب میشه که اگر ما و شما طبق استفاده کنیم. لیکن در طبق خوردن من چندین بار گفتم شرط ها دارد. اگر همان دست برادری که در طبق درازش میکند با دست آدم مانند باشد، اگر دست باشد که از چرک خالی نباشد، دست باشد که ناخنهای دراز و در زیر او پر از چرک باشد، این گونه دست با این گونه دست خوردن در همون چینی در خوردن بهتر است. امروز این عیب است که ما یک برادر مسلمان گوییم که دست هاتان شوییم. عیب هم نیست، زیرا پیغمبر خدا در این بابها حدیث های زیاده دارد. ان الله نظیف یحب النظافه، ان الله جمیل یحب الجمال. خداوند زیبا زیبایان دوست می‌دارد. خداوند پاکیزه است پاکیزگان دوست می‌دارد. جوانای عزیز، من بار خبر داده بودم، باز میگویم، اقلا در یک روز شما یک بار دستاتون با صابون شویید، اقلا یک بار. لیکن اگر شما آلفته باشین، شما چند قدر ایمانتان قویتر باشد، در هر یک پیش از طعام دستاتون با صابون شویید، به نهایت نیک میشود، به نهایت خوب میشود. الکه ضرری تو در یک برادر دیگر نمیرسد. رسول اکرم میگوید خیر الناس من ینفع الناس، بهترین شما کسی است که ضررش در یک برادر نرسد. وقتی من در پهلوی من تو می نشینی و دستهای تو خالی از زخم و خالی از چرک و خالی از ناخنهای دراز نیست، چگونه طبیعتی من شاده می شود من با همراه تو طعام میخورم؟ این اسلام هم رخصت نمیدهد و طب هم که از اسلام گرفته شده است طب هم اجازت نمیدهد. برای همین همه شما دادرای عزیز، هرگاهی که طعام میخورین حتمی دستاتون با صابون شوین، بعد طعام خورین. در پهلوی برادرتان نشسته، انشاءالله انا همون طبق با برکات طبق میشود. و در دستمالی که ما و شما داریم، خانه هایی که معرکه ها میکنین، چند قدر خراجات های زیاد به عهده دارین. این قدر خراجات زیاد میکنین، در یک دسترخوان یک دستمال میپرتایین. یک دستمال در دسترخوان دور میگردد، با همون دستمال گرفته بیرون برآورده با دستهای مردم به همون شکیده میشه. با یک دستمال 100 نفر آدم دست میشکد، با 100 آدم دیگر بعد طعام خوردن باز دست میمالد. همین جایز است، همین درست است. تو 500 و 600 سامانی را صرف کردی، 20 سامانی دیگر نیفتی که یک دستمال خریده در همون دسترخوان. اقلا برای 2 نفر یک تا پرتو، یا برای 3 نفر یک تا پرتو. امروز مردم روز به روز پیش رفته ایستادند. امروز طبیعت مردم نازک شده ایستاده است. مجبور میشیم که همون دستمالایی که در بر ما داریم بعد به همون دستای خودمان شکیم. عرق خریده میتونی، تمام نغمه و نغامات کرده میتونی، 20-30 ماشین از همینجا برده و آورده که هر کدام هم را 3 لیتر بنزین اگر تو بریزی قریب 200-300 سامانی را در اونها اسراف کرده میتونی، دستمال خریده نمیتونی. آمد ساعتی که ما و شما با همین مدنیت ها برسیم. السلام علیکم داملای شیرین سخن، از شما یک سوال را پرسیدنیم. داملای محله ما میگوید که مزار حضرت سلطان را 3 مراتبه زیارت کنید، گویا که حج شما قبول شده است. مکه و مدینه را زیارت کردید. همون داملا را پرسان کنین، شاید یگان دلیل های داشته باشد. حج حالتی در مقبول می شود که ما و شما صرف میکنیم و رفته خانه کعبه را زیارت میکنیم، ما و شما حاجی میشیم. ما چند بار در باب زیارت مزارها سخن گفتیم و میگوییم که زیارت مزار من نکردم. زیارت مزار کنین، زیارت قبرستان کنین. و مطلب از زیارت چی است؟
به یاد آوردن مرگ است. مطلب از زیارت این است که کنین، زیارت قبرستان کنین. و مطلب از زیارت چی است؟ به یاد آوردن مرگ است. مطلب از زیارت این است که شما وقتی قبرستان دیدین، مزارها را که دیدین، این بزرگهایی که خواب هستند دیدین، یادآور شوین که اینها با این قدر منزلت که از دنیا گذشتن، ما کی هستیم؟ ما هم روز از پی اینها می رویم. طریقه های درستی مزار را استفاده برین. من چندین بار خبر دادم، دیگر حاجت به خبر دادن نیست، لیکن باز میگویم اگر شما یک عالم زنده را زیارت کنین، انشاءالله با ثواب زیاده میگیرین. اگر بینین که آن مزارهایی که شما زیارت میرین مشقت زیاد دارد، اسراف زیاد دارد، وقت زیاد میگیرد، نزد یک عالم زنده روین و همراه همون عالم در حق همون ایشان دعا کنین، انشاءالله این با ثواب زیاد میگیرین. سخنهای مرا خوب فهمین و درست قبول کنین. دیروز میگویند گویا که ما گفته باشیم که در نکاح در پشت همون شه سوزن زدن من کردم، یا با همون طفلی هایی که شه بچه ها می روند در خانه می نشینند من کرده باشم، از جمهوری کدام را در تشویش آورده باشد. من گفتم و میگویم و خوب کردم گفتم، این نادرست است. جوانای عزیز، هیچگاه نگذارین که در پشت شما سوزن زنند در روز نکاح. این خرافات است، این بدعت است، این از اسلام نیست. در نکاح شما البته خلل میرساند، ممکن نیست. یا با طفلی بالای کرپچه رفتن نشستن، این چی معنی دارد؟ اینم از خرافات است، ممکن نیست. هیچگاه راه نتین. اگر خواهین که گناهگار نشوین، خواهین که همین نکاح شما صاف و مجلا باشد، از این خرافات ها دور باشید. انشاءالله شما آینده دارین، شما با زنگیری ها دارین. بهترین حالت ها را در همون شب نکاح برپا کنین. اونجا یک داملای را برین که وای همین سخن حقیقت اسلام در بین همون شه و در بین عروس و در بین مادر و پدر او سخن گوید. شما کار کنید جوانها امروز دادن پولی که در دخترها میدین را منع کنید. همه اینا اسراف هستند، همه اینا از دولت ما کم کردن است. میگوید یک نفر دیگر که برای چی کسانی که از روسیه میآیند تو من میکنی که اونها خیر نکنند؟ اگر تو ذره انصاف داشته باشی، همون شخصی که از روسیه میآید حال امر پرس بیچاره را، همش کسلی هستند، همش حالت بد دارند. با از کدام همون بیرحمی رفیقش پول گرفته است با پرسنت، هل همون بگیم پرسنت همون را کنده میتواند خلاص و پول ندارد بیچاره. وای روسیه از خوشی و خرسندی تماشا نرفته است، وای برای نمی تنگی زندگیش رفته است، وای برای شکم ما و شما را سیر کردن نرفته است، وای فرزندکای زیاد دارد. چرا خدا وای میبخشد، پیغمبر میبخشد، شما بیرحمان میبخشید؟ پیغمبر خدا میگه ابدا بنفسک فتصدق علی. ای امتی من، تو اگر جوان مرد باشی به گپ هر آدم توجه ندی، بلکه پول یافتی اول نفس خودت سیر کن، خودت سیر کن. فتصدق علیها، بر نفس خودت لباست خوب کن، شکمت سیر کن. فاین فضول شیء فلاهلک. خودت سیر کردی، لباست بود چید، شکمت سیر کرد، بهترین نعمتهای خدا را خوردی، گذر در فرزندها، زن و فرزند تسیر کن. فاین فضول عن اهلک شیء، اگر ما بودایی که فرزندها سیر کرد، زنت سیر کرد، خودت سیر کردی، این حالت چکار کن؟ این حالت فها کذا و ها کذا، بعد برا مردم ده خیر احسان کردن بگیر. این بیچاره خودش گرسنه است،
این بیچاره دادری بیزن دارد، خواهری بی شوهر دارد، پدری موی سفید بیمار دارد، مادری بیمار دارد. اونها را تأمین کند یا شکم ما و شما را سیر کند؟ چند سو میارد؟ ما من کردیم. نکنید جوانای عزیز، اینا سیر نمیکنند. آوردیم پول ذخیره کنین برای روزهای خودت تبابت کن. خودش بیچاره همه شیش کسل می آیند. خودت تبابت کن. نفقه پدر مادر دا برسان. دادری بیزن تا زن بده اگر مبلغت برسد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی میرزا، خدا علم شما را زیاد و زبان شما را باز هم براتر بگرداند. چخیلی که شاعر فرموده است وقتی آن است ای سخن برنده تر گردی ز تیغ، وقتی آن است ای قلم خورنده تر گردی ز برق. از من یک سوال، صورتگیری یا اینکه شاعری، رسم کشی، صورت گرفتن همان شخص آیا درست است یا نه؟ چخیلی که شاعر فرموده است صورنگار حدیثم ولی در آن صورت کی جان در آن صورت نتوانم نهاد ننگارم. یعنی صورتگیری، صورتکشی، شاعری بگذاریم اول از سوال اول. شاعری این غلط نیست. شاعری اگر با شرطی که در شعرهاش سخنهای بیهوده و سخنهای دروغ وجود نداشته باشد، شاعری با طریق اولا جایز است. حتی رسول اکرم هم شعر خواندگی هستند در جنگ خندق. شعرهای باشد که معنی داشته باشند، شعرهای باشد که شعرهای تعلیمی باشد، شعرهای از آداب خالی نباشد. اگر شعرهای فحش فاحشه باشد، شعرهای دروغ باشد، وی گناهگار می شود. که امروز بسیار از این گونه شعرهایی که با طریق فحش فاحشگی نویسانده می شود برای خنداندن مردم. و صورتگیری ضرورت باشد درست است، بی ضرورتش گناه است. چگونه که این شاعری که در آخر این برادر نویسانده است، این حدیث پیغمبر است که هر کسی که اگر صورت میگیرد به عذر، روز قیامت خداوند بر همین صورتگیر امر میکند که در همین صورتی که گرفتی جان درآر، جان درآر در این. آیا انسان میتواند که جان درآرد در یک بدن یک شخص دیگر؟ نمیتواند. از این خاطر ضرورت باشد این صورتهایی که ما و شما میگیریم برای شهادت نامه ها، برای پاسپورت ها و برای دیگر یعنی ضرورت زیاد است در صورت گرفتن. اینها باکی ندارند. لیکن اگر بیهوده کردیم از آن خاطر ما و شما گناهگار میشیم که در اسراف را میدهیم. اسراف میشود. اسراف در اسلام حرام است. السلام علیکم داملای شیرین سخن. التماس با همین سوالی من با پررگی جواب گوید. اگر در روزی زاد روزت توی خانه‌دار شوی کنی آیا ممکن است یا نه؟ بعضیا میگویند درست است، بعضیا میگویند نادرست است. البته درست است. یعنی اگر در روزی زاد روزم که اگر کدام جوان پسر است، جوان دختر است، اگر توی هم که کند جایز است. فقط توی باشد که خالی از اسراف باشد، خالی از منکرات شرعی باشد. در این حالت چی می شود؟ البته درست می شود. چگونه که در باب اسراف ها ما خیلی صحبت های زیاد با شما کردگی هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، سلام بر شما دوستدار امت مصطفی محترم حاجی میرزا. از شما خواهش و التماس میکنم که با این سوال من جواب دهید. بگویید که برای چی در دین اسلام 4 مذهب است و برای چی ما محض در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه هستیم؟
این 4 مذهب از یکدیگر چی فرق دارند و مذهب شیعه چگونه مذهب است؟ و باز التماس میکنم بگویید که علم لدونی چگونه علم است. علم لدونی علمی هست که ما و شما وقتی دعا میکنیم خداوند بر این بنده خود علم لدون نصیب بگردان، این علم خداداد میگویند. در تفسیر در معنای علم لدونی میاد که علمی که به استاد خدا بر تو یکی نصیب میکنه، یک علم غیبی را علم لدونی میگویند. و چرا در اسلام 4 مذهب است و چرا ما مردم تاجیکستان در مذهب امام اعظم یعنی ابو حنیفه هستیم سوال کردن. من این جواب یعنی به شما حواله میکنم که اگر من در باب فضیلت های امام اعظم 3 جمعه صحبت داشتم، میتوانی که با همون نوارها با همون کسیته ها مراجعت کنی، انشاءالله میفهمی که چرا 4 مذهب در اسلام پیدا شد، سببش در چیست، از اونها تو برخوردار میشوی. و چرا مردم تاجیکستان در مذهب ابو حنیفه هستند، این سوال باید که ما و شما از کیها پرسیم، عدد ندارند. افغانستان مذهب امام اعظم است، چرا آنها مذهب امام اعظم اختیار کردند؟ هندوستان مذهب امام اعظم است، چرا آنها مذهب امام ابو حنیفه را اختیار کردند؟ مصر، سوریه، ترکیه، ترکستان شرقی، عراق، همه این دولت های هستند که همه پیروی مذهب ابو حنیفه هستند. اونها را پرسیم برای چی مذهب ابو حنیفه را اختیار کردیم؟ جوابش به همه انسان معلوم است، زیرا وی رئیس مذهب هاست. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله البته در بین امام ها فرق کننده بود، علم زیاد داشتند. چرا امروز در اطراف همان داملاهای ما و شما جمع میشویم که آنها علم دارند؟ ببینید هست انسان هایی که علم ندارند، کسی از پس اونها نمی رود، کسی با اونها گوش هم نمی کند. از این معلوم میشید است که امام اعظم یعنی خیلی برتری داشته است که امروز اکثر دنیا پیروی مذهب امام اعظم هستند. و باید که امروز مردم تاجیکستان ما از مذهب امام ابو حنیفه بیرون نشود. باید که امروز ضرور است. جوانای عزیز باز مراجعت میکنم، من جمعه پیشین گفته بودم، باز میگویم، از همین مذهب بیرون نشویم. بهترین مذهب است، بهترین روش است و امروز به نهایت برای آرامی تاجیکستان به نهایت مساعدت میکند. هیچ فتنه دیگر نمیخیزد. کسی که امروز طرفدار آرامی تاجیکستان است، کسی که امروز طرفدار نمی کشاده بودن مسجد هاست، کشاده بودن مدرسه هاست، باید که از مذهب امام ابو حنیفه بیرون نشود. فریفته این بعضی گروه هایی که برآمدن فریفته اینها نشوید. گذارین اونها کدام راهی که رفتن گیرند، شما پیروی اونها نشوید. فقط و فقط کوشش کنین از مذهب همین امام اعظم بیرون نشوید. ان شاء الله به نهایت نیکبختی های زیاد برای شما پیدا میکنند. چقدر عالم ها، چقدر مفسر ها پیروی مذهب امام اعظم هستند. و شیعه چگونه مذهب است؟ این شیعه مذهبم نیست، این یک رویه خیلی غلط و خطایی هست. اگرچند که امروز مبلغای شیعه وجود دارد که مردم میخواهند شیعه کنند، خدا از این پناه طلب کردن در کار. در مذهب امام شافعی بودن غلط نیست، در مذهب امام احمد حنبل بودن غلط نیست، در مذهب امام مالک بودن غلط نیست، لیکن شیعه بودن بالکل غلط است. بسیار راهی خطر است. این راه را برای خودتان اختیار نکنید. بسیار راهی وزنین است. ما از زبان اونها چنان سخنهای شنیدگی هستیم که باور کنین اگر من در بین شما اعلان کنم همه شما با اونها لعنت میفرستید. بسیار سخنهای قبیح میگویند، بسیار دشنامهای بی‌نهایت بیجا میدهند. از این خاطر هیچگاه شیعه را به زبانتان نرانید، پناه به سوی خدا از این رویه کنید. داملای عزیز حاجی مرزا، از شما خواهش میکنم که با این سوال من جواب گردونید. مرغ مرجان یعنی ایندوک حلال است یا نه؟ حلال است. من یک بار دیگر گفته بودم. یگان
دو دیلگی نکنین، این حلال کرده خداوند است. دوم میپرسم که درباره قبیله ایشان ها چیزی میگفتید، یعنی ایشان ها کیا هستند؟ اینجا در این باب دو سوال آمده است. السلام علیکم داملای شیرین سخن. ما به یک خانه بیرون از شهر خواستگاری رفتیم. یک جوان خواستگاری رفت است برای زن گرفتن. از ما پدر دختر پرسید ایشان یعنی سعید زاده هستین یا نه؟ ما گفتیم که نه. گفت در ما درست نیست که ما غیر ایشان ها را دختر دهیم. من گفتم آخر ما نیز مسلمانیم. او گفت که در کتاب مختصر گفته شده است که درست نیست. داملا آیا این حقیقت دارد یا نه؟ من بر شما اخلاص زیاد دارم و دائم در حقتان دعای خیر میکنم. و من چی توصیه میدید؟ خدا حافظ. امروز در تاجیکستان ما خیلی شخصان برجسته به نام ایشان ها مشهور هستند، معروف هستند و در همین مردم ما و شما هم ایشان ها یک قبیله هست که ما و شما احترامشان میکنیم. یعنی مقصد از این ایشان ها و سعید زاده ها، اینا کسانی هستند که میگوین ما از اولاد پیغمبر هستیم. یعنی همون شاخه هایی که آمدگی، یعنی امروز همین ایشان ها و سعید زاده هایی که هستند، اینها از قبیله های پیغمبر منصوب می شوند. یعنی اینها همین است، دلیل اونها همین از فتوای اونها که ما از قبیله های پیغمبر هستیم. از این خاطر مادامی که قبیله پیغمبر که باشد، ما اونها را احترام میکنیم، ما اونها را عزت میکنیم همچو ایشان گفتن. لیکن وقتی که این دختردار مراجعت میکند که در مختصر صاحب مختصر گفته باشد که دختری ایشان بغیر ایشان کسی گرفتنش نادرست است، وای غلط میگوید. در مختصر در باب ایشان گپی نمیرود، بلکه در مختصر میرود که و فی الاسلام عجما و فی العجم اسلاما. عباره مختصر میگوید که بعضی عرب ها از برای بعضی اشان کوف هستند، یعنی برابر هستند. قریشی ها یعنی قبیله پیغمبر با بعضی قبیله ها برابر هستند، یعنی میتونن که دختر دهند. لیکن در مردم عجم، در مردم ما غیر عرب ها اسلام شرط است. اسلام داشتن، مسلمان بودن شرط است، ایشان بودن نه. اون کسی میگوید که ما ایشان هستیم و ما عرب هستیم و شما تاجیک هستین، این به نهایت غلطی کلام میکند و یک جدایی انداختن است. این یک محله گرایی میشود. حضرت محمد اقبال لاهوری میگوید بیا ای بی ادب خود را ادب کن، بیا ای بی ادب خود را ادب کن، مسلمان زاده ترکی نسب کن. بیا ای بی ادب، ای شانی بی ادب، بیا ای بی ادب خود را ادب کن، مسلمان زاده ترکی نسب کن. مسلمان زاده هستی، نسب تا ترک کن. من فلانی هستم، من بچه فلانی هستم، اینها را ترک کن. میگوید برنگ احمر و رگ و خون و پوست عرب نازد اگر ترکی عرب کن. حضرت میگوید اگر با همین رنگ احمر، یعنی عرب ها را سرخرو میگویند، اگر عرب ها با قبیله عرب بودنشان، با سرخرو بودنشان، اگر خودشان به شما فضل دادن، ترکشان کنید که اونها برای شما لازم نیستند. در اسلام نسب داشتن این اعتبار نیست. خدا در قرآن میگوید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بین خداوند با همه قبیله ها مراجعت میکند، چی تاجیک باشد، چی ترک باشد، چی تاتار باشد، چی روس باشد، چی امریکایی باشد، کسی نباشد. میگوید از بین همه شما، در بین من مکرمترین شما، با عزتترین شما کسی هست که از خدا میترسد. کسی از خدا میترسد وای در نزد پروردگار قدر و درجات خاصه ای دارد. ایشان بدن این مقصد اون نیست که درجه او از ما و شما بلند باشد، بلکه در نزد خدا درجه از همه بلند کی داشته است؟ کسی که از خدا میترسد.
به روز حضرت سلطان ابرار بفرمود از لب شیرین شکربار گوش اندازید به سوی فاطمه: ای امت الله، بترس از قهر حق، گو ذکر آگاه. فاطمه که دختری محبوب ترین دختری رسول اکرم است، پیغمبر به او چی میگوید؟ این ایشانها که چند قدر دورن از پیغمبر، این فاطمه چند تا نزدیک است. میگوید که ای فاطمه، بترس از قهر حق، گو ذکر آگاه. از خدا بترس. مکن تکیه به من زینهار زینهار، که محشر روزی سخت و کار دشوار. تو به من هیچگاه تکیه نکن که من دختر پیغمبر هستم، زیرا که محشر، زیرا که قیامت چه میدان دهشتناکی هست که قرب حق به موقوف عمل هاست، وگرنه در راه طاعت خلل هاست. عمل تا زیاد کن ای فاطمه. منازی که پیامبر زاده ام من، میان بندگان آزاده ام من. نناز میگوید که من دختر پیغمبر هستم، در بین تمام مردم فرق کننده هستم. نناز میگوید با فردا از عمل پرسند بسیار، زیزاد و نسل کی پرسند هشدار. ای فاطمه، از نسلت نمی پرسند، از اولادت نمی پرسند، از عملت می پرسند. چه عمل داشتی؟ کلکم بنو آدم و آدم خلق من تراب. پیغمبر میگوید همه شما ای مردم فرزند حضرت آدم هستین و آدم خدا از خاک آفرید. یک حدیث من برای شما میخوانم، این بینهایت الک جدا کننده است. کنی کی در نزد پروردگار قدر دارد؟ پیغمبر خدا میگوید یا ایها الناس. این حدیث پیغمبر در بالای اشتر در شهر مدینه خواندن، خطاب کردن، خطبه خواندن. ای مردم، چی گفتن در مردم؟ ان ربکم واحد، خدای شما یکه هست. و این آباکم واحد، پدرهای شما هم یک پدر است. الا لا فضل لعربین علی عجمین، ولا لعجمین علی عربین، ولا لاسود علی احمر، ولا لاحمر علی اسود، الا بالتقوا. پیغمبر گفتن نیست فضل بین عرب و بین غیر عرب، نیست فضل. نیست فضل بین غیر عرب و با عرب. نیست فرق بین سیاه پوست و سرخ پوست. پیغمبر میگوید ولا لاحمر لاسود ولی اسود لاحمر. سیاه پوست و سرخ پوست گفتگی در اسلام نیست. گفت پیغمبر الا بالتقوا، مگر که در نزد خدای خود شما با عزت میشوید وقتی که از خدا بترسید. چی سرخ رو باشید، چی سیاه رو باشید، چی ایشان باشید، چی غیر ایشان باشید، فقط با خدا ترسیدن فرق میکنید. رسول اکرم در آخر چی گفتن؟ الا هل بلغتو؟ و همه شنیدید که فقط فرق کننده در نزد خدا به ترس خدا میشود. قالوا نعم، بله گفتم پیغمبری خدا همه من شنیدیم. قال فلیبلغ شاهد الغایب. پیغمبر گفتن مادامی که شنیده باشین، کسانی که در این مجلس نبودن به اونها هم رسانید. یعنی باید که بین ایشانها و بین غیر ایشانها باید که تکبری وجود نداشته باشد، جدا کردن وجود نداشته باشد. و ای گفته است که ما دختر میگیریم لکن دختر نمیدهیم. این فضل بین، دختری ما را میگرفته است لکن دختر ما را نمیداده است. آیا این جدا کردن نیست؟ اصلت از قطر منی لایق تو نیست منی. خبر میده اصلت از قطر منی لایق تو نیست منی. از راه بول شدی کبر و منی ها چی کنی؟ ای انسان کسی نباشی، تو از راه بول شدی. میگوید امروز این جدا کردن چی کارش میکنی؟ تو این کبر و منی ها چی کنی؟ این کبر و این منی های تو چی در کار است؟ باید که ما و شما جدا نکنیم. در ملک ما و شما فقط اسلام داشتن شرط است. ایشان است غیر ایشان است، اما در نزد خدا برابر است، مگر که با عزت ترین ما
فقط کسی که از خدا میترسد، انا همون با عزت ترین انسان در نزد خدا به حساب میرود. این جوانی که اگر همچنان اگر خانه رفته باشد که این خیل گفته باشد هم خانه رو ترکش کن، را دختر دیگر کسا بگیر. السلام علیکم ای دوستی خدا حاجی میرزا. من یک جوان عاشق مدرسه محمدی شما که از شهر دوشنبه از شما خواهش میکنم با این سوال من جواب گویید. من یک اپه بی نماز دارم. روز جنجال خوردم با این اپم، بعد من به کار رفتم. از کار گشته به خانه آمدم که مادرم با من یگان گپ ناپرسیده جنگ و جنجال برداشت و به سوی من گشته گفت که آقت کردم، برآمده رو از خانه من. بعد به همین سخن سخت مادرم من خودم را خواستم که به قتل رسانم. در حالت با قتل رساندن اسلام و سخنان سخت تأثیر شما نگذاشت که من خودم را به قتل رسانم. آیا من چیکار کنم؟ آیا من با همین سخن سخت مادرم آق کرده و دوزخی شدم؟ من چیکار کنم؟ به خانه برگردم یا نه؟ التماس جواب دهید. من جوان نمازخوان 5 وقته هستم و با روزه خدا مددگارتان باشد. البته من اول میگویم که با کسانی که بی نماز هستند شما باید که یک معامله کنین که اونها را به سوی نماز جلب کرده توانید. اونها قطعی درشتانه شما صحبت نکنین. طرز تبلیغ، طرز دعوت این نیست که ما بی نماز از معرکه خود بیرون کنیم یا بی نماز تماما انسان نشماریم. این گونه باید معامله نکنیم. بی نماز است باید توصیه دادن در کار، باید نصیحت کردن در کار، راههای خوب به او نشان دادن در کار، پیش یک عالم برینش تا که دل وی ملایم کند. با این گپ های سخن سخت و قبیح عاقبت کار البته با این انجام می‌یابد. لیکن بسیار غلط است که مادر و پدر در اندک کار فرزندها را عاق میکنند. بسیار غلطی کلان است. در اسلام عاق وجود ندارد. عاق نکنید، زیرا که بین سبب یک عاق شدن او اگر بعض همین موعظه های ما و شما نمیشد، این جوان تیار بود است که خودش به قتل رساند. برای چی؟ برای که مادرم که عاقم کرد تمام من دیگر روی جنت نمیبینم. این گونه اعتقادی پر تأثیر در وجود این جوان وجود داشته است. برای همین باید این مادر هر دو فرزندها را میشیناند، با اینها نصیحت میکرد، با این دختر بی نمازش تاکید میکرد که دخترم خیلی با نماز شو، از گپی دادرت ملال نشو، و دادرش هم نصیحت میکرد که با طرف اپای خود این گونه معامله نکن. گفته این باید که استفاده میبرد، نه اینکه در حال با اندک کار. بسیار از در اینجا خطا میآید که مرا پدرم عاق کرد، مادرم عاق کرد. سببش میبینی یک سببی نه چیزی هست. این جوان البته عاق نشده است. این جوان اگرچه حکم خدا را بر اپای خود رسانیده است و شاید این مادر سراسیمگی کرده است، شاید در مادر سخن نادرست رسانیده باشند و این مادر تا حد آمده است که این فرزند عاق کرده است. این فرزند میتواند که باز نزد مادرش رود، خانه رود و عاق شده نیست. از مادر خود عذرخواهی کن، مادر تو را بخشد، در حق دعای نیک کند. ان شاء الله وای اونها یک کان رحم هستند و اینها دائم دلسوز هستند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدای مهربان جمیع آن بندگانی که به ما سوال ارسال کردند و امروز سبب شنیدن چندین نفرهای دیگر شد، خداوندا این سوال دهنده ها را عمر دراز و تنی صحت و از کل آفتا خدا نگهشان بداری. و تمام این بندگانی که در اطراف خانه تو جمع شدند، خدایا هر مراد و مطلوبی که دارند مراد و مطلوب هاشون حاصل بگردان و اهل جمعیت ما را عمر دراز نصیب بگردان و از جمیع فتنه ها و تهمت ها و از جمیع گزندها خدا در حفظ امان نگهشان بداری. آمین یا رب العالمین. اینجا ان شاء الله الحال میخوانیم چند نفرهای هستند که خیر احسان ها کردند. محترم حاجی میرزا، با سببی که در خانه امان آدمی پخت و پسکن نیست
من حاجتامون در بیمارخانه بستری می باشم، با همین سبب صدقه مرا برای آبادی مسجد 50 سامانی قبول نمایید و دعا کنید که با همین درمندهای ما شفای کامل و عاجل پروردگار میسر بگرداند. با احترام مخلص شما حاجی سرخان. یعنی بابای حاجی سرخان هم که یعنی چند بار شد که در آبادانی همین مسجد یعنی دستیاری دراز کرده ایستاده است همراه فرزندهایش و امروز که بیمار هستند و اینجا یک داملای دیگر هم از ما خواهش کردند که وایم به کسلی دل مبتلا هست و به نزدیکی یک سهم در همین مسجد گذاشتند، باز هم گذاشتند. خداوند شفای کامل و شفای عاجل با این دو حاجی نصیب روزی بگردانی و خداوند باز هم دولتشان زیاده بگردانی، فرزنداشان اهل هدایت بگردانی و خدمتگاری در راه